ضمن برگزاری مجلس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر ترسونزاده، نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه یکمندتی انتخاباتی ترسونزاده 5 و مسئله تصدیق نقشه چهاربینی ها عاید به ترغیب و تشویق پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 28 دکبر سال 2024 درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری بررسی گردید. قید گردید که پیام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای تمام ساحه‌ها جهت پیشبرد فعالیت هر روزه دستورالعمل مکمل می باشد. این است که در 5 سال اخیر 4 مرتبه معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های بودجتی، استیپندیاها و نفقه شهروندان زیاد کرده شد که این تدبیر به بهتر نمودن سطح نیکواحوالی مردم کشور و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی زمینه واقعی گذاشت. سپس در اساس طلبات ماده 31 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه یکمندتی انتخاباتی ترسونزاده 5 نامزدی صابرزاده غفورجان میرزاعلی با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشبری گردیده طریق آوازدهی پنهانی دستگیری یافت.